کشف موقعیت اوضاع برای علیشیر جلیلوف ضربه او و گل علیشیر جلیلوف کپیتانی دفتری استقلال بسیار ضربه نشون رفت این اشرا ما انتظار نبودیم دوستان ارجمند واقعا هم مسافه خیلی دور ضربه زد علیشیر جلیلوف و ایگناسی نفت گرفت با در مقابل ضربه اسکندر معذرت علیشیر جلیلوف گل موند و نتوانست که این توپ را داشته گیرد. بسیار هم یک بازیگزاری خوب است این فوتبالبازان دسته استقلال علیشیر جلیلوف که در نیمه اول آنقدر عیان نبود، در قسم دوم با یک ضربه خیلی هم تیربارش دروازه لوکوموتیو را رخنه میکند. کاپیتان مقابل کاپیتان و علیشیر جلیلوف توانست موفق شود. خیلی هم ضربه خوب زد. دست پروری باشگاه فوتبال روبین خلدون علیشیر جلیلوف